کی باشه دو برشین ازگرا با حال ما میخنده توبه کردم خدا چی میخنده مسرکه کار نیسته پس از یک روز الو خب تمام میشه نماز میام سلام علیکم. و علیکم سلام. سوزا که خوب شما چه خیلی خوبین؟ الحمدلله. میگم اکجا همین خدا که چند روشید میزگری با حال ما میخندیم. من میگم یکه چی توش تو ما دامو سکر میکنیم برای چی اکجا ما کنیم؟ نه برادرم خودت غلط فهمیدی. ما تای 2 ساله که همینجا میرم و میبیام فقط خودت همینجا کار میکنی. خودت یک جوانی زیبا، یک جوانی بازومند و با قوت، نمیشه یگان کاری خوبتر رو کار کنی. ای برادرم این کاری که خودت گفتی را من بر وقت کردم رفتم اکجا باور که اکجا من یافتم یگان آدم تازه کاری حلال کار که خچ کار کنیم زندگی ما نبریم اکجا. از این گفتم میشه که خودت حلال کار نکردی. چی خیلی اکجا این کاری که ما دام سوکا کار میکنیم با گفت حرامه؟ نه در دستات صدقه برادرم بهترین کاره. نازکی در آن است که انسان اگر گفتار رفتار درونش که جزیر باشه خداوند آدمای جزیر نصیبش میگردونه. خودت پاک بکن انشالله خداوند آدمای خوب نصیب روزی میگردونه. فهمیدی یک؟ سلامت باشی اکجا. هزار رحمت. شمالی سرد بیگانه مسافر و چی میدانه نمیزر بوی تک خانه مسافر و چی میدانه